به این ترتیب که ابزار دقیق از نگاه کلام دسته‌بندی میشه به دو دسته المان های ابتدایی و یا پرایمری المنت و المان های نهایی و یا فاینال المنت. به این ترتیب که ما در مورد تجهیزات ابزار دقیق قائل میشیم به اینسترومنت دیوایس. اینسترومنت دیوایس همونطوری که گفتیم دو دسته بندی خواهند داشت: پرایمری element و فاینال element. در پرایمری element ما میپردازیم به المان هایی که منجر به عملکرد فاینال element ها می شود. این پرایمری element ها در 5 دسته به صورت کلی و اصلی دسته بندی شدن. به عبارتی ما 5 کمیت اصلی رو خواهیم داشت که این 5 کمیت اصلی عملکرد مختلف تجهیزات ابزار دقیقی رو به دنبال خودشون میارن. به این ترتیب شروع می شود.